تغییر خیلی خوبه همیشه، تغییر خیلی خوب نیست همیشه. حلاله یا بکن دلم به قول شاملو مگس و حدث و ردیف کنه و درست کنه. کاری که در چهارچوب یا پیشنهاد این تم باشد و این موضوع باشد و در این زمین حرف بزن و در این زمین حرف نزن و اینا فایده نداره، اینا هنر نیست. اون همه اتفاق خوب به نظر ما طبیعی میدونیم به نظر نمیرسه، اما کوچکترین زخم یادمونه بگیم بدشانسی دیگه، اون خوششانسی رو. در این صورت میز را به آنجا هل دادم، تخت خواب را به وسط کشیدم، روش غیر معمول و ضد محافظه کاری. این دومین نوآوری برایم سرزندگی دوباره برمغان آورد. برای اینکه تغییر بتونید بکنید و جهان رو تغییر بدید باید در معرض جهان قرار بگیرید. نمیشه زیست معمولی داشت و خود و جهان رو عوض کنید. شاهکار از راه مستقیم به دست نمیآید وگرنه همه شاهکار میگن. تنهایی گفتن تا وقتی که تو با جمع زندگی میکنی تقریبا همه شبیه هم هستیم و هم نگاه میکنیم نمیترسی، ولی وقتی که تنها میشی یا از این جمع میخوای بزنی بیرون و تو فردیت خودت رو تعریف کنی، از اونجا ترس شروع میشه. یعنی جسارت زیستن، جسارت تنها زیستن در حقیقت. اینا 6 تاش 3 قرون ما گفتم هیچ که ازت نمیخره. چی گو خمیر دهنتون؟ اینا آقا واجبیه کردنش تو تیوب. همین که 1 کیلوش 2 قرونن. همه تیوبات با هم 1 کیلو نیست.